و در همه امریکا میگه یک دوی انگلیسی بوده میگه معلش دو میگه. یوغی غریب و غیندغا غریب و امریکا یوغان غیندغاز غیندغی غریب خود و مرد. به الله مسخرگی میکنی، به آیات الله مسخرگی میکنی، به رسول الله مسخرگی میکنی صلی الله علیه و سلم، به شعائر اسلام تو مسخرگی و ساتیری میکنی. اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا، عذر نکنید، عذرتان قبول نمیشه. قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از ایمانت کافر شدی. به خاطر چی کافر شد؟ به خاطر استهزاء و مسخرگی.